وقتی یک سنی رو دیدید با کمال احترام با او برخورد بکنید، با کمال ادب و احترام. چرا؟ چون او طرفدار عمر است، تو طرفدار علی هستی. شما باید فرهنگ علوی رو نشون او بدی. عمر خادم بوده، ایرانی‌ها رو عمر مسلمون کرده، ما حق نداریم به عمر توهین کنیم. یعنی این نه، من تا زندم میگم عمر حرومزاده بوده، تا زندم میگم هرچی سنی حرومزادن. وقتی یک سنی رو دیدید با کمال احترام با او برخورد بکنید، با کمال ادب و احترام. بعد پدر و مادر هرچی سنی لعنت. وقتی یک سنی رو دیدید با کمال احترام با او برخورد بکنید، با کمال ادب و احترام. هرچی سنی حرومزادن. چرا؟ چون او طرفدار عمر است، تو طرفدار علی هستی. شما باید فرهنگ علوی رو نشون او بدی. بعد پدر و مادر هرچی سنی لعنت، که او عاشق علی بشود و بفهمد که امیرالمؤمنین چه دانشجوهایی تربیت کرده. عمر تو بر میشه من نگاه کردی؟ لعنت الله رو یادت نره؟ خدا بیامرزه با من میگفت، با من میگفت هر کی اسم اینا رو بشنوه و لعن نفرسته الهی نمه که علی که میخوره حرومش بشه و بفهمد که امیرالمؤمنین چه دانشجوهایی تربیت کرده. عمر لعنت الله علیه، دید ابوبکر لعنت الله علیه. ما نمیگیم فوش بدید، عجب حرومزاده خری. فوش بدی کم علی میگذارد. بعد پدر و مادر هرچی سنی لعنت. ما نمیگیم فوش بدید، هرچی سنی حرومزادن، هرچی سنی حرومزادن. ما نمیگیم فوش بدید، ما نمیگیم فوش بدید.